مقامات پاکستان در قسمت جنوب و غرب این کشور میگویند تعداد مردمی که از مناطق درگیری ها در وزیرستان شمالی فرار کرده اند به 450,000 رسیده است. اکثر بیجا شده ها به ناحیه همسایه بنو فرار کردند و اکنون از تأخیر طولانی در رسیدن کمک های امدادی شکایت می کنند. فرار موج مردم ملکی از وزیرستان شمالی هفته گذشته به دنبال آغاز عملیات نظامی علیه طالبان و جنگیان دیگر شروع شد. در مسکو چرخش اعتراض یک نفر در نزد وزارت ذخایر طبیعی روسیه جریان گرفت. این اعتراض را جنبش شهروندی قانون و ترتیبات و حزب مخالف یبلک سازمان دادند. آنها منع امر اجازه دفن اخلاط توده در پارک ملی سوچی را طلب دارند و از این رو به دادگاه عالی مراجعت کردند. اعتراض یک نفری در روسیه تجربه گسترده است که به خاطر پیشگیری از بازداشت و اتهام تظاهرات بدون اجازه استفاده می شود. رهبری حزب اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری از فشار افزاینده و تهمت در صحنه سیاسی انتقاد کرد. کبیری ضمن سخنرانی بخشیده به سالگرد جشن وحدت حزب‌های کشور را به مکالمه سازنده دعوت نمود. مقامات کشور چند پیش امر بستن یک چند دفتر حزب اسلامی در سراسر تاجیکستان را صادر کردند. در قرقیزستان باشد فعالان سیاسی از شمار جوانان در منطقه جنوبی بادکند هم مرز با تاجیکستان جمع آمدند و به بررسی مسائل مرزی پرداختند. حدود 40 تن از جوانان در راستای تئاتر منطقوی تظاهرات کردند. تأسیس دهندگان تظاهرات گفتند که آنها می‌خواستند نشست خود را در داخل تئاتر برگزار کنند، اما مقامات در را نگشودند و گفتند که کارمندان تئاتر همگی به مرخصی رفتند.